سرخط خبرها. برق تاجیک سبب فروش برق به افغانستان را شرح داد. مرد با وعده سفر به عربستان بیش از 40 نفر را فریب داد و مهلت حبس 3 گمانبر دیگری کراکو سیتی هال را باز تمدید کردند. روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز. امیدوارم خوبید و نوید بامدادی رو تماشا دارید. امروز چهارشنبه 27 نوامبر ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه از بازداشت مرد خبر داده است که با وعده فرستادن به عربستان سعودی از 42 نفر پول گرفته فریب کرده است. مقامات گفته است این ساکن 38 ساله نوحیه عبدالرحمن جامی قبلا با جرم قلابی محکوم شده برای صادر نمودن شماره زیادی مردم فریبی در جستجوی رسمی قرار داشت. به اطلاع منبع بخیر پرویز با راه فریب از این 42 نفر مبلغ‌های گوناگون گرفته برای سفر نمودن به عربستان سعودی به آنها چیپته‌های قلبکی آماده کرده است. جزئیات دیگری قضیه گفته نشده است. مقامات نسبت او پرونده جنایتی آغاز کرده، تفتیشات ادامه دارد. نظری بخیرов به این اتهام معلوم نیست. این بار اول نیست که در تاجیکستان ساکنان را به فریب دادن طلبکاران حج بازداشت می‌کنند. شرکت برق تاجیک سازشنامه درباره فروش برق به افغانستان را که با شرکت برشنو به امضا رسید شرح داده است. خبرگزاری از پلوس از قبل سخنگوی این شرکت قربان احمدزاده نوشته است که سازشنامه فروش برق با شرکت برشنوی افغانستان همه ساله بسته می شود و آن زمانی جاری نبودن محدودیت داخلی عمل می کند. به گفته سخنگوی این شرکت صادرات از ماه می تا سپتامبر دوام می‌یابد و با محدودیت دوره زمستان یگان علاقه‌مندی ندارد. از دوره‌ای که محدودیت در داخل کشور شروع می‌گردد برق استحصال شده تنها در داخل تاجیکستان استفاده می‌شود گفته است قربان احمدزاده. معلوم نیست که تاجیکستان در سال 2025 به کشور همسایه‌اش چقدر برق خواهد فروخت و با چه نرخ. سازشنامه انتقال برق از تاجیکستان به افغانستان سال 2008 امضا شده است و تا سال 2028 ادامه می‌یابد. آخر هر سال جانب‌ها برای سال من بعد پروتکل ایلاوگی امضا می‌کنند که در آن حجم انتقال برق و نرخ آن معین کرده می‌شود. دادگاه ناحیه بسمن شهر مسکو روز 26 نوامبر مهلت حبس با 3 گمانبران زاده تاجیکستان را که در حمله به کراکو سیتی هال متهمند تا 3 ماه دیگر تمدید کرد. بر اساس قرار دادگاه زبیدالله اسماعیلوف، امید جان سولیف و حسین حمیدوف که از داغستان به مسکو برده شدند تا 1 مارس سال 2025 در بازداشتگاه باقی خواهند ماند. جلسه دادگاه پشت درهای بسته برگزار شد. هفته قبل روز 19 نوامبر همین دادگاه مهلت حبسی سید اکرم رجب علیزاده، فریدون شمس‌الدین، دلیر جان میرزایف و محمد صابر فیضов تا 22 فوریه سال 2025 تمدید کرده بود. حمله به تالار کنسرتی کراکو سیتی هال در ولایت مسکو روز 20 مارس امسال روی داد و در نتیجه 144 نفر کشته و صدها تن مجروح شدند. مقامات قدرتی روسیه بیش از 20 نفر اساساً زادگان تاجیکستان را با گمان طرح‌ریزی، اجرا و یوری در این حمله بازداشت کردند، ولی تا امروز شبهه و سوالها مانده است. یک دلیلی که حامیان حقوق آن را پیوسته یادرس می‌کنند اقرار گمانبران تحت شکنجه سنگین میباشد. شرایط نگهداری گمانبران در بازداشتگاه معلوم نیست. در یک همایش منطقوی تک جیم 2024 که در شهر دوشنبه برگزار شد، مسئولان دولتی، کارشناسان ساحه و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی گفتند رشد فناوری‌ها و فراهم آوردن شرایط مساعد برای آموزش و تطبیق لایحه‌های اینوواسیونی می‌تواند هزاران نفر را در تاجیکستان صاحب کسب و با کار تامین نماید. ادامه موضوع در گزارش همکارانمان ارشاد سلیمانی و امیر عیسویف. شمس‌الدین 16 ساله در یکی از مکتب‌های کنار ایست روشن تحصیل می‌کند و 2 سال می‌شود که همچون برنامه‌ساز فعالیت دارد. او پس از اشتراک در دوره‌های آموزشی فناوری‌های اطلاعاتی و آموختن برنامه‌سازی حالا برای ساختن لایحه‌های نوی تجارتی درخواست می‌گیرد و از همین راه وضع مالیوی خانواده را بهتر کرده است. او حتی پدرش را که سالها در روسیه مهاجر بود به خانه برگردانیده است. بعد از کردن ختم کورس یکم فرانتند یک من کار گفتن را آغاز کردم و بعدتر در پلتفرم و در بعضی گروپ ها کار گفتن را آغاز کرده کار یافتم و همین طور
کار کردن رو در ساحه پروگرامنگی آغاز کردم. یکم زکاتی من گرفتگی خیلی خوب بود و بعدا یک چند زکاتی کلانتر رو گرفتم. در همایش منطقوی تکجم 2024 که روز 20 نوامبر برگزار شد، مسئولان دولتی، کارشناسان ساحه و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی تاکید کردند که رشد فناوری‌ها و فراهم آوردن شرایط مساعد برای آموزش و تطبیق لایحه‌های اینوواسیونی می‌تواند هزاران نفر را مثل شمس‌الدین صاحب کسب و به کار تامین نماید. حکیم اسماعیل زاد، معاون یکم دیرکتوری اجنسی اینواسیون و تکنولوژی رقمی تاجیکستان، گفت که دولت برای رشد اینواسیون و تحولات رقمی تأسیس ایت پارک‌ها و سرمایه‌گذاری به طرح‌های فناوری‌های اطلاعاتی را به نقشه گرفته است، ولی به کادرهای بلند اختصاص موفق نخواهد شد. ما هرچی قدره که درباره تحولات رقمی، درباره رشد اطلاعاتی حرف نزنیم، اما بدون بخش مهم کادرها این همه اهمیت ندارند. جان ریاردان، رهبری نمایندگی USAID در تاجیکستان، به نقش رشد فناوری‌های اطلاعاتی برای کشورهای چون تاجیکستان تاکید کرد. تاجیکستان همچون یک کشوری که اهالی عمدتاً جوان دارد، میتواند از رشد بخش آیتی خود منفعت زیاد به دست بیاورد. با جز منفعت‌های اقتصادی، ساحه نیرومند آیتی همچنین شفافیت، ولایت قانون و امکانات برابر را نیز رشد می‌دهد. بهرام سیداللهیف، کارشناس آیتی، بران است که برای تربیت کادرها در تاجیکستان باید مرکزها و اکادمی‌های آموزشی فناوری‌های اطلاعاتی بیشتر تأسیس یابند. زیرا به جوانان یاری می‌رسانند که دانش‌های خود را در این زمینه بالا برند. این مهارت‌ها برای آینده بسیار مهمند و به جوانان امکان می‌دهند در بخش‌های کار کنند که به موقعیت‌های جغرافی وابسته نیستند. مردم جوانان با داشتن این مهارت‌ها می‌توانند از دوشنبه بیرون رفته در هر کشور صاحب کار شوند. من فکر میکنم که این یکی از درایورهای اساسی است که جوانان میتوانند برای خود تخصصها و امکانیت نوی رشد را بیابند. زبیدالله عبیداللهیف، پروفسور دانشکده اینوواسیونی سنگاپور، در دوشنبه نیز میگوید که نسل جوان در تاجیکستان به فناوری‌های اطلاعاتی از جمله هوش مصنوعی توجه دارند، اما دانش آنها کافی نیست. پس از حدود 14 ماه جنگ میان ارتش اسرائیل و حزب الله که به کشته شدن هزاران نفر انجامید، سرانجام از ساعت 4 صبح امروز به وقت محلی آتش بس آغاز شد. رئیس جمهوری آمریکا توافق آتش بس را خبری خوب خوانده و تاکید کرده است که اکنون برای آتش بس در غزه تلاش میکنند. بر اساس طرح سازش، نیروهای اسرائیلی دوام 2 ماه باید موضعهای خود در خاک لبنان را ترک کنند و به اسرائیل برگردند. حزب الله نیز وظیفه‌دار است که با حضور نظامیان خود در جنوب لبنان پایان دهد. هیئت بین‌المللی به راهبری آمریکا نیز رعایت آتش بس را نظارت خواهد کرد. هفته پیش فرستاده ویژه آمریکا در امور صلح خاورمیانه ختم جنگ را میان اسرائیل و حزب الله امکان پذیر دانسته بود. حزب الله که جنوب لبنان را زیر نظارت دارد، هم حزب سیاسی و هم گروه جنگی. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را برای خط سیاه وارد کرده است. حزب الله 8 اکتبر سال گذشته، یک روز بعد از حمله گروه حماس به اسرائیل به خاک این کشور موشک پرتافت. از آن زمان درگیری دو طرف ادامه داشته، ماه اخیر شدت گرفت. بخش یک روز تاریخ را همراه می‌بینیم تا از مهمترین رویداد تاریخی برای امروز بخبر نمانیم. 27 نوامبر سال 1895 آلفرد نوبل، دانشمند و ثروتمند شوئد، در پیام واپسین خود که در پاریژ امضا شد،
тамоми сарваташро барои таъсиси ҷоизаи бузургтарин кашфиёти илмӣ, корномаи адабӣ ва сулҳофаринӣ васият кард. ин ихтироъкори маъруфи замони худ $10 миллион сарваташро барои навовариҳо дар соҳаи физика, кимиё, тиб, адабиёт ва сулҳ васият кард, ки то имрӯз соле як бор тақдим ва бо нуфузтарин ҷоизаи илмию ҷамъиятии ҷаҳон ба шумор меравад. бо як қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистони шӯравӣ 7 сол баъди таъсиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар ҳайати Тоҷикистон, соли 1932 шаҳри Хорух маркази маъмурии ин вилоят эълон шуд. ин шаҳр дар ҳудуди ноҳияи Шуғнон ҷойгир буда, аз дохилу атрофаш дарёҳои 5 ғунд ва Шоҳдара мегузаранд. атрофашро кӯҳҳои баланди Помир иҳота карданд. боғи ботаникиаш маъруфтарин муассисаи илмию фароғатӣ аст. мушкили аслии 30,000 аҳолиаш бекорӣ дониста мешавад. дар ин ҷо соли 1992 нахустин созишномаи сулҳи тоҷикон имзо, аммо ба зудӣ дар саҳнаҳои ҷанги дохилӣ поймол гашт. 27 ноябри соли 2022 замоне ки аз ҳуҷуми Русия ба хоки Украина 9 моҳ гузашта буд, аз майдони ҷанг ба Тоҷикистон ҷасади Эҳсон Аминзодаро интиқол доданд. Аминзода аввалин қурбонии тоҷикистонии ин ҷанг дониста мешавад, ки исмаш ба расонаҳо роҳ ёфт. мақомот дар Тоҷикистон гуфтанд, на камтар аз 100 тоҷикистониро мақомоти рус аз зиндонҳо ба ҷанг дар хоки Украина бурданд. бонки миллии субҳи имрӯз 1000 рубли русиро ба 101 сомонӣ, 100 евро ба 1122 сомонӣ ва $100 ба 1068 сомонӣ муқаррар кардааст. бинандагони азиз, инҷо расидем ба поёни барнома. хайр, худо нигаҳбон.